به نام خدا، مردم خوب اصفهان، همراهان همیشگی، سلام. امیدوارم همیشه در پناه امن خداوند سالم و شاد و سربلند باشید. دوستان خوبم، عقدکی هستم از اصفهان، سرزمین علم، صنعت و هنر. نمیدونم چه تعداد از شما عزیزان که الان شنونده این برنامه هستید به اصفهان سفر کردید و از غذاهای سنتی و خوشمزه اصفهان میل کردید. امروز از طریق گزارشی که میخوام تقدیمتون کنم، میخوام شما رو با یکی از غذاهای خوشمزه و سنتی اصفهان آشنا کنم. همراه من باشید با غذای خوشمزه بریون. در خدمت آقای جعفری هستیم. ایشون یکی از آشپزهای خوب اصفهان هستن. آقای جعفری، بریون یا بریونی؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بریون درسته. بریونی به جایی گفته میشه که بریون داخل اونجا پخته میشه و سرو میشه، مثل ساندویچ و ساندویچی. تاریخچه این غذا به چه زمانی برمیگرده؟ تاریخچه این غذا برمیگرده به زمان صفویه شاه عباس. این غذا را شیخ بهایی درست کردن. عرضم به حضور شما به خاطر این شش مردم ایران به نام جگر سفید میشناسن، ولی مردم اصفهان به نام شش، که این شش خیلی برای بدن مفید هست. طریقه پختش هم میشه برامون بگید؟ این غذا از گوشت گوسفندی هست. گوشت گوسفندی را نیم پز میکنن، بعد با ادویه چرخ میکنن و داخل این کفگیرهای بزرگی که میبینید شما، ما بهش میگم یغلوی، گذاشته میشه و داخل این اجاق گاز مخصوص سرخ میشه و سرو میکنن. ادویه خاصی استفاده میکنن برای این غذا؟ ادویه خاصی که عرضم به حضور شما نمک، فلفل، زردچوبه، نعنا، دارچین هست. عرضم به حضور شما این غذا آبگوشت داره. آبگوشتش با کشک سرو میشه. من توصیه میکنم به مردم ایران که وقتی اومدن اصفهان حتما از این غذا بریون و آبگوشتش حتما استفاده کنند و میل کنند. این که توی سینی هست چیه آقای جعفری؟ به این میگن همون شش یا همون جگر سفید. طریقه پخت جگر سفید هم همون به شکل بریونه؟ بله، اینم مثل همون بریون هست. عرضم به حضور شما که اینم پخته میشه، چرخ میشه و کنار بریون سرو میشه. عرضم به حضور شما که کنار این غذا سبزی خوردن هست. عرضم به حضور شما که دوغ هست، کنارش خورده میشه. خورش ماسه اصفهان هم از کنارش استفاده میشه. چقدر طول میکشه این غذا آماده بشه؟ بعد از نیم پس شدن که داخل یغلوی چرخ شدن داخل یغلوی گذاشته میشه. عرضم به حضور شما که حدود زمانی زیادی نمیبره. عرضم به حضور 7 دقیقه تا 10 دقیقه که سرخ بشه و پخته شه. این غذا الان دیگه آماده شده است و داخل نون سنگک گذاشته میشه و کنارش هم شش گذاشته میشه. الان میتونم امتحان کنم ازش؟ بله خواهش میکنم بفرمایید. بله. قیافش که خیلی خوبه و خیلی خوشمزه به نظر میرسه. یکم از اون تست کنم. به بسیار عالی آقای جعفری. دوستان و همراهان عزیز توصیه میکنم حتی برای یک بار هم که شده این خوراک رو امتحان کنن، حتی شمایی که رژیم داری. متشکرم آقای جعفری، لطف کردید. انشالله که سر حال و شاد باشید. خیلی ممنون، سلامت باشید. متشکرم. انشالله با شما هستم با گزارش‌های بعدی و معرفی غذای سنتی دیگه در شهر و استان اصفهان.